با عرض سلام با بیننده عزیز رادیو آزادی، بازم در صبح بروقت شالو گلخوجه هستم در روبروی شما و آماده برای رساندن خبرهای تازه تاجیکستان و جهان. امروز سه شنبه هست و ساعت با وقت پراگ رسا هست و همراه با شما خواهیم دید که چه خبرهای تازه است که باید ما و شما در این لحظه ها بدونیم. خب با شروع میکنم از تاجیکستان. مقامداران افغانستان میگویند هواپیمای ناشناس در مرز افغانستان با تاجیکستان نیروهای طالبان را هدف قرار داده 8 جنگجوی را به قتل رسانید. این حادثه یک روز پس از تیرپرانی در منطقه مرزی که در آن دو شهروند تاجیکستان به قتل رسیدند به وقوع پیوسته است. تاجیکستان میگوید یگان هواپیما و چرخبالش در این عمل شرکت نکرده است. روسیه هم دست داشتن در این حمله هوایی را رد کرده است. خلیل اسیر سخنگوی پلیس ولایت تخار افغانستان گفت که هواپیما صبح 27 آگوست هدفها در ناحیه مرزی در قطر و تیرباران کرد. او افزود که بر علاوه 8 کشته در این عملیات 6 جنگجوی دیگر مجروح شدند. خب به هر حال ما در جریان روز باز خواهیم دید که آیا در این خبر ما یگان تحول می شود یا نه و حتما شما رو در جریان میگذاریم. و یک خبر دیگری که در این اواخر خیلی زیاد در بین بیننده و شنونده رادیو آزادی مطرح می شود در رابطه با بالا رفتن نرخ سیم کارت است. خدمات ضد نثاری تاجیکستان نرخنامه نوی سیم کارت یعنی 250 سومانی را تصدیق کرد. فرمایش درباره خدمت رسانی پیوست شوی یک کرته با شبکه اپراتوران علاقه برقی روز 23 آگوست سال جاری صادر شده زیر آن سعدی قادرزاده سردار خدمات ضد نثاری تاجیکستان امضا گذاشته است. نسخه این سند روز دوشنبه یعنی روز دسترسی رادیو آزادی شد. بر اساس این فرمایش از شرکت‌های مخابراتی تقاضا شده است که از 1 سپتامبر سال جاری به قیدگیری سیم کارت‌ها را با نرخ مقرر شده آغاز کنند. بر اساس نرخنامه نو یعنی 250 سومانی ارزش سیم کارت چنین تعیین شده است: 215 سومانی برای پیوست شوی و 35 سومانی برای گذراندن به توازن یعنی بالانس مشتری. در ازای این سند گفته می شود که در صورت ضرورتی از نو برقرار کردن سیم کارت بعد کارنشوی یا گم شدن آن این مبلغ دوباره پرداخت نمی شود. مقامات در خدمات ضد نثاری روز 27 آگوست گفتند دلیل تصمیم 250 سومانی نرخگذاری شدن سیم کارت ها به مسئله امنیتی ربط دارد. یک مسئول این خدمات بدون بردن نامش گفت شهروندی که سیم کارت دارد حق به نفر دوم دادن آن را ندارد. یک نفر از دو شرکت موبیلی حق خریدن دو سیم کارت را نخواهد داشت. در صورتی که نفر دیگر با نفر دوم خواه افراد نزدیک است و یا شهروند خارجی سیم کارتش را بدهد جریمه می شود. ولی منقدان میگویند این تصمیم مقامات خدمات علاقه و هم وزارت امور داخلی و دیگر ساختارهای انتظامی در اصل انگیزه های مالی و اقتصادی دارد. موافقت خدمات ضد نثاری با تعیین نرخنامه بحث برانگیزی برای ثبت نام سیم کارت تلفن موبیل در حالی است که این خبر در هفته‌های اخیر مایه نگرانی و انتقاد زیادی ساکنان شده است. اکثریت رو همین واقعیت نگران کرده است که مقامات برای آن چیز نرخ تعیین کردند که در تمام جهان رایگان داده می شود. ناراضیتی اصلی از بلند بردن ارزش نرخنامه یعنی 250 سومانی که مدل $26 آمریکایی است برای بسیار ساکنان تاجیکستان خیلی گران و غیر قابل پرداخت می باشد. و رو میاریم به شمال تاجیکستان. کارمندان کودکستان در خوجند بعد از استعمال گوشت گاو قربانی در عید قربان با نشانه‌های بیماری سوختنی در بیمارخانه بستری کرده شدند. وضع صحتی سرآشپز یاوران او و دیگر کارمندان کودکستان خصوصی نوبهار شهر خوجند روز شنبه 25 آگوست بد شده است. در پی این حادثه مقامات کودکستان را بسته و درش را مهر زدند. یک طبیب بیمارخانه بدون ذکر نامش گفت که حدود 10 کارمند کودکستان با نشانه‌های سوختنی در اینجا تبابت میگیرند. این کارمند طب بر اساس صحبت‌های بیماران گفت که گوشت قربانی گاو بیمار را بعد از ظهر روز جمعه 24 آگوست به کودکستان هدیه کردند. کارمندان این گاو را در غذای کودکان استفاده نکرده بین هم تقسیم نمودند و به خانه‌هایشان بردند و در خانه خود پخته و استعمال کردند. زخم سوختنی در دست و دیگر قسم‌های بدن آنها بعد همین پیدا شده است. در پی بیمار شدن کارمندان کودکستان مقامات آن گوشت قربانی را از آدمان جمع آورده برای سنجش به مرکزهای بهداشتی و بیطاری برده. حکومت خوجند جهت تحقیق این حادثه و مقابله با بیماری سوختنی در پی حادثه مذکور یک کمیسیه ویژه تأسیس شده است. داستان حادثه را تحقیق دارند. مقامات تا حالا نفر را که گوشت گاو قربانی را هدیه نموده است آشکار نکرده. سوختنی که با نام سیاه زخم و در روسیه همچون سیبیرسکای یز و هم معروف است یک نوع خطرناک بیماری
صورتی چربای خونگی و وحشی است که به آدم نیز میگذرد. سوختنی معمولا در پوست انسان یا چربا ریشه دوانده در یک مدت کوتاه مریض را از پای میافتاند و حتی میتواند در عمر 3 تا 5 روز به مرگ برساند. در گذشته نزدیک خروج این بیماری در بعضی دهه‌های تاجیکستان و مرگ چندین نفر با نشانه‌های بیماری سوختنی به قید گرفته شده است. خدمات گمرک تاجیکستان میگوید من بعد از ماشین‌های سبک‌رو و اتوبوس‌های ازبکستان برای وارد شدن و یا طریق ترانزیت عبور کردن از حدود تاجیکستان باج گمرکی ستانده نمی‌شود. هدف قرار مذکور دادن سبکی‌ها بر روی شهروندان و رانندگانی میباشد که می‌خواهند به قلمرو تاجیکستان وارد شوند. همچنین مقامات تاجیکستان میگویند اقدام زیرین برای تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور همسایه مساعدت خواهد کرد. با گفته خدمات گمرک قرار زیرین قبل از سفر پرزیدنت تاجیکستان با ازبکستان که از 17 تا 18 آگوست جریان گرفت به امضا رسیده است. ضمناً در این سفر رسمی یکی از مهمترین سندهایی که از جانب پرزیدنتان امامعلی رحمان و شوکت میرزیوف امضا شد سازشنامه شریکی استراتژی است که دورنمای همکاری‌های دو کشور را در بخش‌های سیاسی و اجتماعی معین می‌کند. در مجموع دو جانب 27 سند همکاری را به امضا رساندند. در این برابر مذاکرات دایره‌های تجارتی و صاحبکاری دو دولت در تاشکند به اطلاع وزیر تجارت بیرونی ازبکستان با امضای 58 قرارداد و در حجم عمومی 133 میلیون دلار انجام شده است. در گرجستان باشد پلیس 3 ایرانی را با اتهام فروش غیر قانونی مواد مخدر دستگیر نمودند. وزارت داخلی گرجستان گفت 3 شهروند ایران به 6 آگوست هنگام فروش مواد مخدر به مهمانی فستیوال موسیقی الکترونیک در شهر انکالیا واقع در ساحل بحر سیاه بازداشت شدند. وزارت نام‌های ایرانی ها را آشکار نکرده است ولی گفته است که آنها هر 3 جوان بودند. اگر جرم آنها ثابت شود آنها میتوانند 11 سال خود را در زندان سپری کنند. بازم برمیگردیم به تاجیکستان. کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم تاجیکستان یک امام خطیب مسجد جامع در شهر پنجاکند را برای ندانستن سرود ملی از کار برکنار کرد. نقیب خان قاریف ساکن 27 ساله جماعت یاری شهر پنجاکند که مسئولیت امام خطیبی مسجد جامع در این جماعت را برداشت داشت اولین ماه ایون امسال در اتستاد کمیته دین در دوشنبه شرکت کرد. او دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تازه برایش خبر دادند که بنابر ندانستن سرود ملی حق امام خطیبی را ندارد و به جایش نفر دیگر را امام خطیب تعیین کرده. کمیته کار با دین تاجیکستان میگوید دانستن سرود ملی، مقدسات ملی و رکنهای نماز از پرسش‌هایی است که همساله امام خطیبان مورد سوال و جواب قرار میگیرند. نقیب خان قاریف امام خطیب همکنون سابق مسجد به نام قلندر شهر پنجاکند میگوید سرود ملی را میداند، از این رو برکناریش ناعادلانه است. او گفت اعتراف میکند که در سنجش شهر دوشنبه سراسیمگی آیات نازل شده درباره حج را پورا ندانست ولی سرود ملی را از یاد میداند و مقدسات ملی که عبارت از پرچم و نشان دولتی است نام بر کرد. نقیب خان قاریف خط کننده دانشکده اسلامی تاجیکستان است. از این رو میگوید به جایش نفری را گذاشتند که دیپلم ندارد. مسجدی که نقیب خان در آن امامتی میکرد در نمازهای جمعه تا 2000 نفر نماز میگذارد و یکی از مسجدهای کلانترین در شهر پنجاکند است. امام خطیبان از جانب دولت تعیین میشوند و نزدیک 1000 سومانی مدل $100 آمریکایی معاش میگیرند. از این رو مثل دیگر کارمندان نهادهای دولتی برای آنها دانستن سرود ملی حتمی است. و بیننده عزیز این خبرهایی بود که خواستم در این صبح بر وقت با شما در میان بگذارم. البته خبرهای بیشتر از این هم روی دستی ما هست که بعد از 3 ساعت دیگر بازم شما را در پخش مستقیم منتظر میشوم و برای شما این خبرها را خواهم گفت.